آلمانی‌ها خیلی آدمایی که دوست دارن کمکت بکنن، ولی اونقدری که ما مهربون نیستن. اصلا چی شد رشته عمران انتخاب کردی و بعدش چی شد که آلمان انتخاب کردی؟ رشته عمران اگر بخوام بهت بگم، خب این علاقه من به ساخت و ساز و به خونه و املاک و اینها از بچگی خب وجود داشت. زبان مختلفی که توی ایران دارن زندگی میکنن و این فرهنگ‌های مختلفی که دارن، زبان‌های مختلفی دارن، این خیلی جالبه واسه آلمانی‌ها. هر کشوری که می‌خوای بری، زبان اون کشور رو یاد گرفتن مهمترین اصله. خیلی خیلی آگاهانه تصمیم بگیر، یعنی تحقیق کن، خیلی تحقیق کن در مورد اون کشور، زندگی توی اون کشور و سختی‌هایی که مهاجرت داره. از پدر مادرتون انتظار نداشته باشید. تا زمانی که فکرت این باشه که یه نفری قرار ساپورتت بکنه، تمام توانتو نمیذاره. خب حسام انصاری عزیز، خیلی خوشحالم از اینکه امروز افتخار میزبانی تو دارم در نگرش نو. مخلصم آقا، برای منم افتخاریه در خدمت شما باشم و خیلی خیلی خوشحالم که بعد نزدیک 2 سال احتمالاً این ویدیو اولین ویدیویی باشه که توی یوتیوب من دوباره فعالیتمو قراره باهاش شروع بکنم و دیگه به هر نحوی بود خودم رو رسوندم و خیلی خیلی خوشحالم که اینجا داریم با هم صحبت میکنیم. من در خدمت هستم. زنده باشی. حالا این که من و تو با هم آشنا شدیم یه داستان جالبی داره. من همون بحویی که داشتم خودم پروسه مهاجرتمو میبردم جلو، اینستاگرام رو باز کردم، بعد دیدم یه پسر جوون یه عکس گذاشته اومده بود یکی از پست‌ها توی ایکس پلور که بعد از 2-3 ماه اولین عکسای من از آلمان. بعد من خیلی کنجکاو شدم، خب اینم داستان چیه؟ خب چون همون واضح میگم نه، مثلا فکر 2 ماه بعدش من ویزامو گرفتم که اومدم اسپانیا و بعد پیج تو باز کردم دیدم کانال یوتیوب داری، کل پروسه مهاجرت تو گذاشتی و همینطوری رفتیم جلو دیگه کل ویدیوهاتو من عملا دیدم و چند وقت پیش که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، حالا شما که منو نمی‌شناختی بهتر، ولی من خیلی میشناختم، یعنی تون عملا یه بازه زنده باشه، یه بازی رو کلا با شما سپری کرده بودم، یعنی پروسه مهاجرت تو کاملا باهات بودم و این خیلی جالب بود برام که اعتماد به نفس بالایی هم داشتی. ببین اون بازی که تو داشتی مرحله به مرحله در واقع پروسه مهاجرتتون پست می‌کردی، ممکن بود اصلا ویزا هم نشی، ولی خیلی برام جالب بود که با اعتماد به نفس اومدی از صفر کل پروسه رو داشتی پست می‌کردی. حالا اولی که ممنونم ازت، خیلی لطف داری به من و باعث افتخارمه این همه این اتفاقاتی که داری در موردش صحبت می‌کنی و خیلی خیلی خوشحالم که رفیق مثل شما پیدا کردم و الان باعث شده که بیایم بشینیم با هم صحبت بکنیم. و ببین واقعیتش واقعا یه ریسک خیلی بزرگی بود، یعنی من بعداً فهمیدم چه ریسک بزرگی کرده بودم اون دوران، ولی شاید بگم بزرگترین دلیل این ریسک من که اومدم قبل از این که اصلاً هر اتفاقی بخواد بیفته و هیچی هنوز نشده بود و هنوز ویزام نیومده بود، یا مثلا من اومدم از اول ویدیوم برای تستافه تقریبا فکر کنم 4 سال پیشه، شایدم بیشتر، که من امتحان تستاف دادم، نه بیشتر از 4 سال پیش حتی، که من امتحان تستاف دادم و بعد ویدیوشو پابلیش کردم، ازش ویدیو گرفتم و اینا. اون موقع اصلا نمی‌دونستم تستافمو قبول میشم یا ویزام کی میاد نمیاد، که حتی ویزام هم یه اتفاقاتی افتاد 3 ماه و نیم طول کشید که بیاد و همه اینا ریسک هایی بود که من به جون خریدم، چون 2 تا دلیل داشتم براش. یک، خیلی مطمئن بودم، یعنی هیچ راهی دیگه برای خودم غیر از مهاجرت به آلمان نمیدیدم، یعنی تمام صدمو گذاشته بودم که مهاجرت کنم به آلمان و میدونستم که اون اهداف بزرگتری که تو ذهنمه قطعا بعد از اینکه به آلمان مهاجرت کنم اتفاق میفته. و 2 این بود که حس میکردم این جای خالی رو حس میکردم، چون قبل از من هیچ کسی، میتونم این ادعا رو بکنم، هیچ کسی نبود که در پروسه مهاجرتش تو خود ایران بیاد تولید محتوا بکنه و در مورد کارهایی که داره میکنه مرحله به مرحله ویدیو بذاره و برای بقیه هم توضیح بده. و من میگفتم حالا که من هی تحقیق میکنم، هی اطلاعات کسب میکنم و این مراحل رو دارم قدم به قدم پیش میرم، خب چرا این اطلاعات رو در اختیار رفقام نذارم و چرا به صورت پابلیش اینا رو نیام اعلام بکنم و قدم به قدم با بچه‌هایی که میخوان این مسیر رو برن پیش برم. و این 2 تا دلیل بودن که منو هول دادن که این کار رو انجام بدم و خدا رو خیلی خیلی شاکرم که
اتفاقاتی که دوست داشتم افتاد و خدا هم به من لطف داشت و شانس آوردم و تلاش کردم و همه اینا در کنار هم باعث شد که اون اتفاق بیفته. عملا یعنی اون بازی که داشتی تولید محتوا می‌کردی از مرحله به مرحله نمی‌دونستی که با چه ریسکایی ممکنه داشته باشه و خیلی با اعتماد به نفس داشتی عملا جلو می‌بردی، بعدش متوجه شدی. چون من همون موقع که داشتم نگاه می‌کردم گفتم بابا من به خیلی از دوستام و آشناهام نمیگم چطوری مثلا این آدم داره همه رو ریز به ریز داره میگه اینجا. مثلا عرف فکر کنم بدو تو که گرفتی قبل از آزمه بدو فکر کنم مثلا ویدیو گذاشت. بدو نبود، اصلا تستاف بود. من اصلا بدو نگرفتم، من تستاف دادم که مستقیما تستاف گرفتم و 3 تا 4 گرفتم، یه دونه 5 گرفتم و که معادل ساینس میشه که اصلا همونو با همون اومدم دیگه. یعنی در اصل من اصلا امتحان بدو دیگه کلا هیچ امتحان زبانی به غیر از اون تو زندگی مثلا ندادم. و آره دقیقا این اعتماد به نفس از این دوتا موردی که گفتم میومد و بعدن فهمیدم که خب چقدر میتونسته چه ریسک بزرگی کردم و گفتم این دوتا دلیل بود که من اون ریسک رو اصلا نمیدیدم و فکر میکنم تو هر کاری تو انقدر اون کار رو بخوای و مطمئن باشی بهش این ریسک برات تو نگاهت کمتر و کمتر میشه. حالا اینکه این مثبت منفی یا چی نمیدونم، اما فکر میکنم برای من حداقل مثبت بود دیگه. من این پروسه مهاجرت باعث شد که بری سمت تولید محتوا یا نه اصلا چه بس از دل اون تولید محتوا تصمیم مهاجرت توی ذهنت اومد؟ نه من که شروع کردم به پروسه مهاجرتم اتفاقا 1-2 تا یوتیوبر رو دیدم که اومده بودن این تولید محتوا رو کردن و یهو ذهنم زد که یهو اصلا این ایده اومد به ذهنم که آقا بیا تو هم این تولید محتوا رو انجام بده. و یادمه که تو خونه‌ام مثلا خیلی از ویدیوام تو خونه‌مونه، اصلا نگاه بکنی هم توی اینستاگرام هنوز یه سریش آرشیو کردم، یه سریش هست، هم توی یوتیوب که مثلا تو خونه‌مون تو ایران که مثلا می اومدم و بعد از مثلا امتحان تستافم میشستم در مورد تستاف صحبت میکردم یا مثلا میرفتم تایید مدارک رو انجام میدادم، تو خونه می اومدم این ویدیو رو ضبط میکردم و به این شکل بود که این مهاجرتی که داشتم میکردم و این پروسه ای رو که برای اولین بار تو زندگیم داشتم طی میکردم به ذهنم زد که بیام و تولید محتوا کنم براش، در حالی که شاید خیلی برات عجیب باشه و جالب که من اصلا حتی یوتیوب رو باهاش آشنا نبودم. یعنی من تا یه سن مثلا میتونم بگم 22 سالگیم که شروع کردم، 22 سالگیم بود دیگه چون من 23 سالگی اومدم آلمان، 22 سالگی که شروع کردم واقعا اینجوری بود که اولین بارایی بود که اصلا یوتیوب رو میدیدم، با فضای یوتیوب آشنا میشدم. چون کلا یه پارادوکس جالبی که در مورد من هست اینه که اصلا فضای مجازی رو دوست ندارم و توش فعالیت میکنم و فقط به خاطر اون فعالیت و علاقم به این تولید محتوا است که اون خود اون فضای مجازی رو تحمل میکنم. حالا یوتیوب رو خیلی بیشتر دوست دارم، یعنی اینستاگرام واقعا خیلی علاقه‌مند نیستم بهش، ولی یوتیوب و فضاشو خیلی دوست دارم. خب حالا اسم یکم وارد زندگی شخصیت بشیم، ولی پیش از هر چیزی برای اون دسته از افرادی که مثل من ممکنه شما رو نشناسن یا مخاطب نبوده باشن میخوای خودتون معرفی کنی؟ حالا آره حتما. من حسام انصاری هستم. الان تقریبا یه چند روز دیگه، امروز 11 اکتبر و تقریبا یه چند روز دیگه میشه 27 سالم تمام میشه، وارد 28 سالگی میشم. مهاجرت تحصیلی کردم به آلمان تقریبا 3 سال و خورده پیش و به این شکل که اومدم اینجا مستر خوندم، مستر عمران توی زیر شاخه مدیریت ساخت، یعنی اینجوری بهت بگم مستر عمران در شاخه مدیریت ساخت خوندم و درسم همین چند وقت پیش تموم شد. تقریبا 2 سال کار دانشجویی میکردم در کنار درس خوندنم که کار دانشجویی مرتبط با رشتم بود. توی دوسلدورف یه پروژه عمرانی بود که اونجا من مشغول بودم به عنوان ورک استودنت. حالا بچه‌ای که آلمانی بدونن احتمالاً میدونن ورک استودنت چجوریه. و از اون طرفم بعدش که بلافاصله بعد که درسم تموم شد، یعنی مستر آربایتم یا همون تز مسترم رو نوشتم و تموم شد، بلافاصله ارزم حضور شما کار تمام وقت رو برای چند تا پوزیشن تمام وقت اپلای کردم و کار تمام وقتم رو پیدا کردم و رفتم سراغ
کار تمام وقت تو حیطه همین عمران و مدیریت ساخت و من الان توی شرکت عمرانی در شهر مونستا در حالا ایالت انروه مشغول به کار هستم. تقریبا بیشتر از 6 ماه شدم، الان ماه 7 و حالا میتونیم در ادامه بیشتر در مورد جزئیات این موارد هم صحبت بکنیم و خیلی هم خوشحالم که در خدمتتون هستم. بسیار عالی، زنده باشیم. خب حسام جان، اون بازی که برای اولین بار تصمیم به مهاجرت گرفتی در وجود ترس بود یا امید؟ فکر کنم جفتش بود. به خاطر اینکه ترسی که ببین خب من اصلا تا تقریبا میتونم بگم تا 2 ماه قبل از اینکه زبان آلمانی رو تصمیم بگیرم زبان آلمانی رو خوندن رو شروع کنم اصلا قصد مهاجرت نداشتم و دوست داشتم ایران بمونم و دوست داشتم که کار کاسبی خودم رو داشته باشم و تلاش هم کردم برای این موضوع ولی خب با یه دوستی شریک شدم، یه کاری رو با هم استارت زده بودیم. البته که واقعیتش رو بخوام بهتون بگم اون فرد کار رو استارت زده بود، من بهش کمک کردم در اون کار، اما به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاد و سال 90 فکر میکنم 7-8 بود که یک اتفاقاتی افتاد که فکر کنم سال 98 اینطورا بود که یه اختلاف قیمت دلار و ارز و اینها یا قیمت ارز و اینا رفت بالا خیلی و یک نوسانات عجیب و غریبی داشت که اصلا همون باعث شد که ما اون کارا رو نتونیم ادامه بدیم، چون اجناسی که ما داشتیم یک ارزمشون فروشگاه اینترنتی بود که اجناسی که ما داشتیم خب از خارج از کشور می اومد و ما اصلا یه جورایی ورشکست شدیم اونجا و نتونستیم کارمون ادامه بدیم. و خب من یه جوون تقریبا ارزم واسه شما 19 20 21 ساله بودم که داره یه همچین چیزی رو تجربه میکنه و خیلی درسرد شدم، خیلی زیاد. و از اون طرف هم دوست نداشتم که دوست داشتم که استقلال مالی داشته باشم، دوست نداشتم که همیشه حالا زیر سایه پدر مادرم زندگی کنم یا هر چی و دوست داشتم که بتونم اون چیزی رو که خودم میخوام رو خودم بسازم و این باعث شد که هم ترس از این داشته باشم که آینده در ایران چه اتفاقی میفته و شاید باورت نشه من همیشه به این فکر میکردم که آقا من دلم میخواد بچم رو یک جای شاید سالمتر از همه نظر، یعنی یک بچم رو جایی بزرگ کنم که شاید از خیلی نظرها بچه سالمتری بشه. نمیگم بچه‌ای که تو ایرانن نیستن، ولی خیلی سخته به نظرم الان توی ایران بچه‌ای رو تربیت کنی که از خیلی موارد سالم باشه، چه از نظر روحی چه از نظر شخصیتی. واسه همین این باعث شد که این ترسه باعث شد که بخوام مهاجرت بکنم و امیدوار بودم به آینده در مهاجرتم و این امید به آینده باعث شد که در کنار این ترسه قدرت خیلی زیادی رو ایجاد بکنه که یعنی منو هل بده به سمت اینکه زبان آلمانی رو به بهترین شکلی که میتونم بخونم، بدون توقف بیام آلمان، بدون توقف تو آلمان تلاش کنم و تا همین امروز هم که در خدمتتون هستم واقعا میتونم بگم تو 3 سال خورده گذشته یک روز رو هم یادم نمیاد که هیچ کاری برای پیشرفتم نکرده باشم. یعنی حتی تو تایمایی که استراحت کردم سعی میکردم حالا تو اینستاگرام یه سری فعالیت داشته باشم، یه کار این چنینی بکنم و این اون امید به آینده هست دیگه که آدمو هول میده به سمت اینکه اتفاقات بهتری رو رقم بزنه. درسته. پس این مهاجرت به نظرت یه جوری اجبار بود یا انتخاب؟ چون من الان یه سری چیزا داری خب حالا اولا در مورد سلامت که حسام جان صحبت کرد، تعریف سلامت صرفا سلامت فیزیکی نیست، علامت روحی هم هست که حالا حسام یه بخششو گفت یا موقع سوء تفاهم به وجود نیاد، ولی حالا فکر می‌کنی از روی اجبار بود یا اینکه یک انتخاب بود یا مثلا ترجیح دینی مثلا بری مثلا توی اروپا حالا زندگی کنی؟ ببین واقعیتش اگه بخوام بهت بگم فکر نمی‌کنم هیچ انسانی حاضر باشه که صرفاً انتخاب کنه که بره یک کشور دیگه با یک زبان دیگه با یک فرهنگ دیگه و مهمتر از همه اگه آدمی باشه که خانواده دوسته یا حتی اگر خانواده دوست هم نیست رفیق باز هستن و رفیقای خودشو یا یکی مثل من که هم رفیق باز هم خانواده دوسته، خانواده و رفیقای خودش رو بذاره و بیاد یک کشور دیگه و سخت تلاش بکنه برای اینکه آیندهشو بسازه،
قطعا این اجباره به نظر من و هیچ فردی، یعنی من فکر نمی کنم هیچ انسانی که مهاجرت کرده باشه رو شما بیای ازش سوال بپرسی بگی که آقا انتخاب خودت بوده یا اجبار بوده، به خصوص یه ایرانی رو، بگه من انتخاب کردم که از خانوادم دور بشم، انتخاب کردم که رفیقامو دیگه نبینم، انتخاب کردم که با خیلی از سختی‌هایی که توی غربت هست دست و پنجه نرم بکنم، انتخاب کردم که یهو بعد اینکه چندین سال ریشم توی کشور توی خاکی وجود داشته و اونجا بزرگ شدم، با اون فرهنگ اخت گرفتم، برم یهو یه کشور دیگه با یه فرهنگ دیگه زندگی کنم، فکر میکنم هیچ کسی نگه که من اینو انتخاب کردم. ولی در کنار این الان اگر که بخوام بگم باید واقع بین بود، شرایط کشور رو در نظر گرفت و من نسبت به شرایط ایران که هر روز میبینم که اتفاقات انقدر اتفاقات متفاوت و عجیب و غریبیه که میدونم که نمیشه یک برنامه‌ریزی درست برای زندگی داشت الان به عنوان یک جوون. و من الان خوشحالم از این انتخابی که اجباری بود، اینجوری بگم فکر کنم درست باشه، از انتخابی که اجباری بود خوشحالم، به خاطر اینکه حس میکنم الان بعد از این 3 سال خورده‌ای که خیلی سخت بود و خیلی سخت گذشت، داره کم کم یک آرامشی به زندگی میاد و دارم کم کم یک سری روی مثبت مهاجرت رو هم بیشتر از قبل میبینم و این خب خیلی حس خوبی بهم میده. اما اگه در کل بخوام بگم فکر نمی کنم هیچ کسی که داره مهاجرت میکنه از سر انتخاب و سرخوشی و حالا برای این باشه که صرفاً بخواد چه میدونم آزاد بگرده یا هرچی. نه، فکر میکنم اون کسی که هدفمند مهاجرت میکنه قطعاً دغدغه‌منده و مجبوره که برای اون آینده‌ای که میخواد بسازه مهاجرت کنه. خب بسیار عالی. و اینکه حالا یکم در مورد اصلا به من بگو که اصلا چی شد رشته عمران رو انتخاب کردی و بعدش چی شد که آلمان رو انتخاب کردی به تبعاً رشت؟ ببین رشته عمران اگر بخوام بهت بگم خب این علاقه من به ساخت و ساز و به خونه و املاک و اینها از بچگی خب وجود داشت و خب من پدرم هم اینجوری بود که در کنار کارمندی که داشت کم و بیش حالا خرید و فروش خونه انجام میداد، یعنی حالا یا مثلا ساخت و سازهای کوچیک در ابعاد کوچیک انجام میداد و اینها و من میدیدم و از یه سنی به بعدم خیلی بیشتر علاقه‌مند شدم و زمانی هم که خب داشتم کنکور میدادم عرضم به حضور شما خب من پدرم مشغول یه پروژه ساخت و سازی بود و من رفتم اونجا و دیدم که نه خیلی باهاش حال میکنه و به قول رفقامون این خاک بازیه رو ازش خوشم اومد و گفتم که خب برم عمره. ولی خب زمانی هم که داشتم اصلا انتخاب میکردم بین 2 تا چیز مونده بودم، این دقیقاً وقتی کنکورمو دادم و وقت انتخاب رشته‌ام شده بود و در کنارش هم علاقه‌مند بودم به یک موضوع دیگه که الان میگم، این دو راهیه برام پیش اومده بود بین خلبانی و رشته عمران که خب من با پدرم مشورت کردم و پدرم من بهم پیشنهاد کرد، گفتش که شما بهتره که شما میگفت خب پدرم من کارمند ایرانی بودن و مهندس تعمیرات هواپیما بودن و خب این موضوع هم باعث شده بود که من بچگی به هواپیما و خلبانی اینا هم علاقه‌مند باشم و در کنارش رشته عمرانم علاقه‌مند شده بودم و بین تو این دو راهی من با پدرم مشورت کردم. پدرم گفت خب الان وضعیت کشور جالب نیست، خیلی از خلبان‌هایی که میرن خلبانی میخونن نمیتونن کاری که میخوان رو پیدا بکنن و خب واقعیتش احتمالاً عمران امن‌تره و میشه راحت‌تر کار به قولی خویش فرمایی انجام داد و حالا خودت اگر که بتونی سرمایه داشته باشی میتونی بری کار کنی یا اینکه بری مثلا عضو اتحادیه مهندسان، یادم نیستش اسمش چی بود، ولی مثلا میتونی بری مهندس ناظر بشی و امتحان نظام مهندسی بله امتحان نظام مهندسی رو بدی و وارد حالا اون مجمع مهندسان بشی و اینها میتونی بری مهندس ناظر بشی. خلاصه سیفتر بود، علاقه من بود و تصمیم گرفتم عمران انتخاب کنم. لیسانسم عمران خوندم، دانشگاه تهران جنوب. رتبه کنکورم هم خیلی عجیب غریب خوب نبود، من رتبه کنکورم شد 5870
ولی خب دبیرستان نمره دولتی میرفتم، یعنی دبیرستانم آزمون داده بودم، قبول شده بودم و بعد ارزم بازی شما کنکور دادم و ارزم شما پولی رتبه هم که گفتم عددشو، این رتبه رو آوردم و بعد تصمیم گرفتم که انتخاب رشته بکنم و خب با اون رشته میشد دانشگاه سراسری رفت، ولی من تصمیم گرفتم که تهران بمونم، چون خب تهران زندگی میکردم و خانواده‌ام اونجا بودم و از طرفی خب مثلا پروژه‌ای هم که پدرم انجام میداد تو همون تهران بود و بچه‌ای هم که شاید منو بشناسن الان، شاید این ویدیو رو ببینن، من بچه شرق تهرانم و خلاصه اینجوری شد که من موندم و دانشگاه تهران جنوب عمران خوندم و بعدش هم که توی خود زمانی که داشتم عمران میخوندم یه درس فکر کنم 3 واحدی داشتیم که مدیریت ساخت بود و من علاقه‌مند شدم به مدیریت ساخت و بعدش هم که تصمیم گرفتم واسه ارشد مدیریت ساخت ادامه بدم و پرسیدی که آلمان رو چرا انتخاب کردم. اونم باز یه داستان دیگه داره که من زمانی که به فکر مهاجرت افتادم دیدم که اولا که توی بحث رشته‌های به خصوص مهندسی خب آلمان کشور بسیار قویه، از اون طرف دیدم که خب در کنار اینکه حالا آلمان کشور قویه راحت هم میشه اونجا تحصیل کرد و از نظر هزینه تحصیلش نسبت به کشوری مثل کانادا خیلی کمتره و از اون بر خب شما ویزای دانشجو داشته باشی میتونی کار دانشجویی بکنی، میتونی هزینه‌های زندگی تو خودت در بیاری و دوست داشتم که کمترین هزینه رو در اصل روی دست خانواده‌ام بذارم برای مهاجرت. واسه همین بین کانادا و آلمان من تحقیق کردم و دیدم که حالا آلمان تقریبا با 1/4 هزینه میتونم که به آلمان مهاجرت تحصیلی کنم و این شد که آلمان انتخاب کردم برای مهاجرت تحصیلی. خب حالا اسلام جان، من یه سوال شخصی هم ازت بپرسم، با احترام، اگر مایل بودی پاسخ بده، اگر نه میتونیم ازش بگذریم. شما با ساپورت خانواده مهاجرت کردی یا اینکه نه حالا از قبل برنامه‌ریزی داشتی، چون حالا هم کانال یوتیوبت بود، همین که به هر حال توی آلمان فرصت شغلی برای دانشجو هم وجود داره فکر می‌کنم. ببین بخوام خیلی خیلی آنست و واقعی بهت بگم اینه که اولا که فکر نمی‌کنم کسی بتونه به هر جای دنیا بدون حمایت خانواده‌اش به صورت تحصیلی حداقل مهاجرت کنه، مگر اینکه یه پولی رو مثلا خودش جمع کرده باشه. من زمانی که اومدم آلمان قانون اینه، اصلا کلا شما وقتی میخواید به آلمان مهاجرت تحصیلی بکنید یه قانونی داره که شما باید تمکن مالی داشته باشید. شما این تمکن مالی عددش هر سال به نسبت اون تورمی که توی آلمان وجود داره تغییر میکنه. زمانی که من داشتم میومدم فکر میکنم یه چیزی حدود 10,700-800 یورو بود که این 10,700-800 یورو در اصل مثل یه هزینه 1 سال یک دانشجویی که اگر کار پیدا نکرد بتونه 1 سال با یک زندگی دانشجویی داشته باشه و اون هزینه ها رو پرداخت بکنه. و من خب این مبلغی رو که خانوادم خب یعنی تمکن مالی رو بود که من با هم می آوردم رو خانوادم از من حمایت کردن و این مبلغ رو در اختیار من گذاشتن، یه مقدارم بیشتر، من حدود 12,500 یورو اینطورا سال چند میشد 1400 فکر میکنم، آره 1400 که اومدم آلمان، عرضم حضور شما این مبلغ رو با خودم آوردم و عرضم حضور شما بعد از اون تا همین امروز که هست واقعا 1 سنت هم از خانواده‌ام دیگه هیچ مبلغی رو نخواستم و نگرفتم. فقط یه دونه ماشین لباسشویی بود که خانواده‌ام دوست داشتن به من هدیه بدن که اومدم مثلا این خونه گرفتم و اینا، چون من با دوست دخترم زندگی میکنم. همین یه مورد رو برام هدیه گرفتم و گفتم ما میخوایم بهت یه هدیه‌ای بدیم حالا که رفتی خونه گرفتی از خوابگاه اومده بودم بیرون. ولی در کل الان بعد از 3 سال و خورده‌ای هستش که من خب خونه اجاره کردم، وسیله خونه گرفتیم با دوست دخترم و اینها، هیچ مبلغی رو دیگه از خانواده‌ام دریافت نکردم و به این موضوع افتخار میکنم و واقعا هدفم هم این بوده دیگه، یعنی هدفم این بود که یک استقلال مالی داشته باشم وقتی که مهاجرت میکنم و خوشحالم که این اتفاق با هر سختی که بود افتاده. دمتم گرم. و اون 12,000 یورو فکر می‌کنی سال اول رو پوشش میداد کامل یا نه صرفا در حد چند ماه بود یا ممکن اصلا بیشتر از 1 سال؟
ببین خب بستگی داره تو چجوری خرج بکنی، ولی به عنوان یک دانشجو اگر که زندگی دانشجویی داشته باشی، یعنی مثلا بتونی خوابگاه بری یا وگه بری، این خونه هایی که مشترک هستن، مثلا شما یه اتاق داری مثلا در این خونه ای که مثلا توالت حمام و دستشوییشو ارزم بازی شما آشپزخونه اینا مشترکه و مثلا 2 تا اتاق هست، مثلا یه اتاقش رو اجاره بکنی و اینها، این مدلی اگر زندگی بکنی و اینکه چه شهری زندگی بکنی خیلی بستگی داره. اما اگر هزینه‌ات مثلا دانشجویی باشه، واقعا زندگی دانشجویی هزینه‌اش هم حدود 1000 یورو در ماه هستش، واقعا این 12500 یورو میتونه که کفاف بده برای زندگی دانشجویی. اما دیگه شما نمیتونی بری چیزای خیلی عجیب غریب، کارهای عجیب غریب بکنی یا خریدای عجیب غریب بکنی و اینها. و خب متاسفانه خیلی بچه‌ها میان و سفرهای گرون میرن، همون ابتدا که میان، یا مثلا لباسای خیلی گرون میخرن و اینها. اگر از این کارا نکنی قطعا اون فکر میکنم کفاف میده. درسته. و تو من یادم بهت میگم من خیلی خوب بالات میکردم، فکر کنم از همون ماه 3-4 بود دنبال کار دانشجویی گشتی و کار دانشجویی رو پیدا کردی. حتی در این حد میخوام بهت بگم چقدر خوب فالو میکردم که فکر کنم توی یه بار بود، توی رستوران بود اگر اشتباه نکنم. آره درسته، لطف داری. ولی نه، از ماه من بعد از 1.5 ماه که آلمان بودم، بعد از دقیقاً 1.5 ماه رفتم سر کار. اصلا من 1.5 ماه بود اومده بودم آلمان. از ماه دوم، یعنی ماه دومی که آلمان بودم، اواخر ماه دومی که آلمان بودم، رفتم توی یه رستورانی کار کردم که توی قسمت بهش میگن تکی، همون بار، تو قسمت بار اون رستوران کار میکردم و یه جوری بارتندر بودم. حدود 6 ماه اونجا کار میکردم، 5 ماه خورده‌ای کار کردم اونجا و بعد خودم استعفا دادم، اومدم بیرون دنبال کار مرتبط گشتم و تقریبا حدود دوباره اونجا هم 1.5 ماه کار نداشتم و داشتم خیلی جدی دنبال کار دانشجویی میگشتم و یعنی کار دانشجویی مرتبط با رشته عمران، که یه کار دانشجویی مرتبط با رشته عمران در یک شرکت خیلی خوب به اسم تدوسونزوما پیدا کردم و رفتم. تقریبا 2 سال 1 ماه اونجا بودم و بعد از اینکه 2 سال 1 ماه اونجا کار کردم، دقیقاً از بعد از اون، یعنی همون ماهی که من، یعنی اینجوری بهت بگم، من امروز کار دانشجویی مرتبطم تموم شد، فرداش رفته بودم روز اول کار تمام وقتم بود. یعنی اینجوری میگم هر روز کار میکردم، اینجوری بوده که واقعا هر روز یعنی هیچ پازه حالا بهش میگن هیچ استراحتی به خودم اون وسط ندادم و مستقیم دوباره وارد شدم به کار جدید. درسته. مثلا یه سوال، چرا همون یوتیوب تو جلو نبردی؟ چون به هر حال یوتیوبت هم مخاطبای خاص خودش رو و به یک تعداد قابل توجهی هم جذب کرده بود. از اون سن اینستاگرامت هم خب میگم از همون پستی که من دیدم عملاً دیگه وارد اکسپلور شده بود و تو میتونستی حالا از طریق سوشال مدیا هم درآمد خوبی داشته باشی. چی شد که حالا این سمت یک هم حالا کوتاه اومدی، وارد اون فاز شدی، می‌خواستی کسب و تجربه کنی، یا نه به نظر درآمد یوتیوب ممکن بود کفاف نداشتن؟ اینجوری بهت بگم، ببین من هدف اصلیم برای مهاجرت به آلمان این بود که رشته‌ای که دوست دارم رو ادامه بدم. و از اون طرف شما وقتی میای با یک ویزای دانشجویی میای که بهت میگن آقا مثلا شما بهتره که در این بازه زمانی کارت رو انجام بدی و درسش رو تموم بکنی و بعدش هم که درس رو تموم کنی وارد کار مرتبط بشی و زندگیت به این شکل پیش بره. این یک مسیریه که من انتخاب کرده بودم از قبل و چون رشته‌ای رو که داشتم توی آلمان میخوندم واقعا دوست داشتم و اولویتم این بود که بتونم زودتر درسم رو پیش ببرم و به اون نقطه‌ای که دوست دارم برسم. واسه همین واقعا این تقریبا نزدیک به 2 سالی که نتونستم درست و حسابی توی سوشال مدیا فعالیت کنم، در حالی که همونطور که شما گفتی خب اتفاق خوبه افتاده بود. من رفته بودم اکسپلور توی اینستاگرام، توی یوتیوب، همینطور الان بیشتر از 16,000 تا سابسکرایبر دارم اونجا و خیلی خیلی افتخار میکنم به این و خیلی خوشحالم که اینقدر رفقا من لطف دارن و واقعا همینجا میخوام به بچه‌ها این قولو بدم که من از اینجا به بعدم دوباره فعالیت میکنم پرقدرت‌تر از قبل و تمام تلاشمو میکنم که این تجربیاتی هم که این مدت تو این 2 سالی که نبودم کسب کردم و توی ویدیوهای آینده انتقال بدم. اما در مورد سوال شما، واقعا همیشه من هدفم این بوده که اول تو کاری که
علاقه دارم بهش، البته واقعا یوتیوب هم علاقه دارم، ولی کاری که براش اومدم آلمان دوست داشتم تو اون موفق باشم و من دوست داشتم و دوست دارم من رو نه به عنوان یک یوتیوبر بلکه به عنوان یک مهندس عمرانی که توی آلمان مدرک تحصیلیش رو گرفته، درسش نسبتاً خوب بوده و تو کار خودش درجه یکه و در کنارش تولید محتوا میکنه بشناسن. یعنی یک یوتیوبری که نه صرفاً یوتیوبره بلکه مهندس عمرانیه که توی یوتیوب هم فعالیت داره و میاد و حالا تجربیاتش رو، اطلاعاتش رو در اختیار رفقاش هم میذاره. همیشه دوست داشتم این شکلی به هم نگاه بشه و فکر میکنم به همین دلیل بود که من این 2 سال رو تقریبا فعالیت خیلی کمی داشتم و واقعا همیشه گفتم و بازم میگم من به این افتخار میکنم که یکی از افرادی هم که وفادارترین فالوورها و وفادارترین سابسکرایبرها رو داره که همیشه رفقای خودم میدونمشون، هر موقع تو آلمان هم دیدیم هم دیگه رو خیلی خیلی خوشحال میشم که میان جلو با هم سلام علیک میکنیم، احوال پرسی میکنیم و واقعا حس خوبی بهم میده و مهمترین محرک منم همیشه همین حس خوبه بوده برای ادامه فعالیت. درسته، بسیار عالی. و اینکه حالا برخوردت با نظم و طرز تفکر حالا آلمانیا چطور بود؟ که خیلی آن تایمن، حالا ما حداقل از بیرون اینطور به نظر میاد خیلی آن تایمن، خیلی منظمن و اینکه یکم حالا میگن که خیلی خوشگن. اصلا آیا اینو قبول داری یا نه؟ و اینکه حالا به طور کلی چه تجربه‌ای داری از حالا مسائل فرهنگی که برات به وجود اومد در آلمان؟ ببین واقعیتشو بخوای خب اکثر آلمانی‌ها آدمای معتقدن به این که سر موقع جایی که قرار میذارن باشن و آدمایی هستن که منظمن از این نظر و میشه واقعا اکثرا رو حرفاشون حساب کرد. اگر میگن مثلا ما ساعت 6 اونجاییم، واقعا ساعت 6شون ساعت 6 و خب تو کارم من چیزی که تجربه کردم و خیلی دوست دارم و خودم خیلی سعی کردم که اینجوری باشن، سخت کوش بودنشونه. من خیلی دوست دارم اینو، یعنی واقعا کارشون رو سخت کوشانه انجام میدن، سعی میکنن که اون توانایی که دارن رو بذارن تا اون کارا رو درست انجام بدن. خیلی 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 کم میبینی که مثلا بخوام وسط کارشون مثلا با گوشیشون ور برن یا مثلا بخوان کارهای این چنینی بکنن. چرا؟ با همکاراشون صحبت میکنن تو محل کار. ولی ببخشید اینکه بخوان مثلا واقعا وقتشون رو تلف کنن خیلی کمتر میبینی و من این سخت کوشی ها رو همیشه سعی میکنم از افرادی که رئیس من هستن تو کار وقتی میبینم یاد بگیرم و در خودم هم به وجود بیارم. و در مورد خوش بودنشون باید بهت بگم که کلن فرهنگ آلمانی‌ها ما خیلی فرق میکنه و شوخی‌هاشون ما فرق میکنه، ارزم چیزایی که بهش میخندن ما فرق میکنه و تو توی رفتار باهاشون میفهمی. مثلا ممکنه یه چیزی برای ما یه چیز خنده‌داری باشه، برای اونا نباشه و برعکس. ممکنه اونا به یه چیزی بخندن که از نظر ما مسخره باشه ولی خودشون قهقه بخندن بهش. و اتفاقا چند وقت پیش من یه سفر 1-2 روزه با همکارام رفته بودیم به شهر هامبورگ، شبش هم با هم رفتیم بیرون و اینا. کم کم که باشون ارتباط میگیری کم کم کمک میکنه، این باعث میشه که یکم فرهنگ رو درک کنی. ولی تا حدی که من درک کردم خیلی فرهنگا متفاوته و این صرفا این نیستش که تو بگی این آدمای خشکین. نه، واقعا نمیتونیم بگیم یا همه آلمانی‌ها آدمای خشکین، آدمایی که نمیشه باهاشون ارتباط برقرار کرد. نه، من تجربه خیلی خوبی دارم در ارتباط با آلمانی‌ها و خیلی خیلی خوشحالم که تونستم کنارشون کار کنم، ازشون یاد بگیرم و آدمایی هم بودن تا اینجایی که من دیدم، کسایی که من باهاشون در ارتباط بودم آدمای مورد اعتمادی بودن و خیلی خوب ارتباط محترمانه و دوستانه ای من همیشه باهاشون تونستم برقرار کنم. درسته. و اینکه حسام چی حالا از ایران به کارت اومد؟ چون حالا اینو من میخوام سوالامو بیشتر باز میکنم که دقیقا متوجه بشی. یکی از اون مسائلی که من خودم خیلی، یعنی اینو از میشوف از کودکی که به دنیا اومدم در کشورمون تا الان به دردم خورده، مدیریت بحرانه. حالا بخواد متاسفانه به خاطر بحرانایی که معمولاً به وجود میاد و خیلی زندگی پرفراز و نشیب معمولاً داریم توی ایران، مدیریت بحران ما بچهای ایران واقعا خیلی خوبه به نظر. و حالا موارد دیگه هم هست،
حالا یکی از اون موارد رو میتونی مثلا بگی یا اصلا موردی بوده که اصلا تا الان به کارت اومده باشه توی زندگی شخصی توی آلمان و همچنین زندگی کاریت؟ ببین واقعیتش رو بخوام بهت بگم، بستگی داره مدیریت بحران رو چی بگی بهش. به نظرم من مدیریت بحران یه روی مثبت داره، یه روی منفی داره. البته یک مثال بود حسام جان، یعنی اینو من ارسم صرفا یکی از مواردش. یه مورد دیگه ای هست مثلا که توی ایران برات اتفاق افتاده، حالا از دل اون چالشه اصلا یا یک نکته مثبت هست، نمیخوایم حتما وارد این مسائل هم بشیم، یک نکته مثبت بوده که در فرهنگ ما هستش، در زندگی ما وجود داشته ولی مثلا اون ور نبوده و تو ازش استفاده کردی، مثلا یک نوآوری واسه یک نوآوری شده اونجا. آره به مثلا میگم آقا ما آدمای دست و دلوازی هستیم. خب ما آدمایی هستیم که راحت میبخشی و از اون طرف مثلا معمولا غذاهای خوشمزه‌ای داریم و از اون طرف فرهنگی که داریم و خود کشورمون جغرافیاش این انواع اقسام اقوامی که زندگی میکنن و اقوام مختلفی که توی ایران زندگی میکنن و این فرهنگ‌های مختلفی که دارن، زبان‌های مختلفی دارن، این خیلی جالبه واسه آلمانی‌ها. مثلا من اینو همیشه باهاشون صحبت میکنم، واسهشون تعریف میکنم که یه همچین اتفاقی هست یا یه همچین جغرافیای جالبی داره کشورمون. چون شاید بدونی مثلا آلمان اینجوری که همه جاش تقریبا آب و هواش شبیه به همه، ولی مثلا توی ایران مثلا از تهران شما بلند میشدی میرفتی 3 ساعت 4 ساعت رانندگی می‌کردی شمالی کشور، اصلا یه آب و هوای دیگه بود. از اون طرف 3-4 ساعت سمت جنوب میرفتی باز یه آب و هوای دیگه داشتی. خلاصه اینا واسه خیلی جالبه. ولی اگر بخوام در مورد کد فرهنگی بگم، واقعا این دست و دل باز بودن ما، مهمون نواز بودن ما و مهربون بودن ما ایرانی‌ها، یعنی واقعا ایرانی‌ها آدمای مهربون‌تری ان. ببین آلمانی‌ها خیلی آدمایی که دوست دارن کمکت بکنن ولی اونقدری که ما مهربون نیستن و من همیشه سعی میکنم لبخند رو لبم باشه، همیشه سعی میکنم به عنوان یک ایرانی خوشتیپ باشم، خوشپوش باشم تا جایی که بلدم و در توانمه. سعی میکنم که در ارتباط محترم باشم و نشون بدم که آقا ما ایرانی‌ها چقدر آدمای خفنی هستیم و از اون طرفم آدمایی هستیم که به تیپمون میرسیم و به مثلا از اون طول رفتار خیلی آدمای محترمی هستیم، خیلی آدمای مهربونی هستیم، آدمایی هستیم که آدمای دیگه برامون حال احوالشون مهمه و اینو من کمتر تو آلمانی دیدم راستش رو بخوای. یعنی مثلا شاید مثلا میگم یه اتفاق افتاده، یکی از همکارامون توی بیمارستان بود، یکی گفت آقا فلانی تو بیمارستان، مثلا دیدم هیچ هیچ ریاکشن عجیب و غریب نشون نداد، گفت مثلا چرا بیمارستانه، چی شده، مثلا همینجوری خیلی راحت. ولی مثلا ما ایرانی‌ها اینجوریم که چی شده، مثلا کمکی میتونیم بکنیم ما اینها. خلاصه این مهربونیه فکر میکنم چیزی بودی که من با خودم آوردم. از اون بر این خوش‌پوشیه شاید کمتر آلمانی‌ها خوش تیپ باشن و شاید این که این چیزا واسه من مهم بوده از ایران اومده باشه. درسته. و حالا به واسطه یوتیوب هم خب احتمالاً با جامعه ایرانی حالا ساکن آلمان هم احتمالاً، حالا نمیدونم بسته به شهرت هم داره البته، در ارتباطی، اون فضا رو چطور میبینی؟ چون یکم حالا مثلا دو تا نظریه در وجود داره. یه سری خب خیلی راضی‌ان و میگن ما به هم کمک میکنیم و خیلی خوشحالن و یک سری که خیلی هم نظرشون حالا غالب این و تعدادشون زیاده معتقدن که ما نه تنها به هم کمک نمی‌کنیم بلکه عملاً این جامعه داره و هم ضربه هم میزنه. این افراد مثلا بعضن حالا در اثر میشوف اشتباه و حالا هر چیزی هر دلیلی دارن به هم دیگه ضربه هم میزنن. تو حالا چطور دیدی اون مسئله رو؟ ببین واقعیتش رو بخوای، من یه چیزی رو که خیلی باهاش مخالفم اینه که من قبل از اینکه بیام اصلا آلمان به من میگفتن آقا سمت ایرانی‌ها نرو، سمت ایرانی‌ها نری، یا ایرانی‌ها اینجوریان، ایرانی‌ها اونجوریان، فلان بیسار از این حرفا. و ببین نمیدونم شانس من نبوده چون خیلی ایرانی خوب دیدم و میدونم خیلی هم وقتی میان با ایرانی‌های درست حسابی ارتباط میگیرن و من همون ابتدا که اومده بودم دوستای ایرانی پیدا کردم توی آلمان و خیلی شانسی مثلا یه مهمونی رو خوابگاهی که من توی زندگی می‌کردم گذاشته بودن، رفتم اون مهمونیه و دیدم مثلا 3-4 تا ایرانی هست، باهاشون ارتباط گرفتم و اتفاقا با اون هر 3 نفری که من اونجا دیدم هنوز در ارتباطم، بعد 3 سال خورده‌ای با هم صمیمی هستیم
اتفاقا باهاشون ویدیو هم گرفتم و از همینجا هم بهشون سلام میکنم. علیرضا و زیزی عزیزم و رضا عزیز خیلی مخلصیم و بچه‌ها هم احتمال من با علیرضا و زیزی هم دوتا از رفیقای منن که بیماری پروانه‌ای دارن تو آلمانن و اونا هم خیلی خیلی بچهای گلین و من اونا رو اونجا دیدم و با هم آشنا شدیم و میگم الان بعد 3 سال کوله‌ای هنوز با هم در ارتباطیم. علاوه بر اون من دوست دخترم توی آلمان باهاش آشنا شدم و ایرانیه و الان بیشتر از 2 سال و نیمه که با همین و با هم زندگی میکنیم. از اون طرف خب خواهر دوست دخترم اینجاست و به همون نسبت افرادی هم که تو دانشگاه من باهاشون آشنا شدم دوست شدم باهاشون هنوز در ارتباطم و من میتونم اینجوری بهتون بگم که من کلی رفیق ایرانی دارم توی آلمان و واقعا خوشحالم از داشتنشون و این باعث شده که خیلی کمتر احساس غربت بکنم و علاوه بر اون واقعا مثل برادر و خواهرای منن خیلیاش. بنابراین میخوام بهت بگم همه جا آدم خوب و بد هست. تو همین آلمانش هم بله کسایی هم بودن، ایرانیایی هم بودن که وارد زندگی من شدن، من نتونستم باهاشون ارتباط بگیرم و فاصله‌مو باهاشون حفظ کردم و اصلا اون رفیق دوستی که داشتم و قطع کردم باهاشون و آدم باید حواسش همیشه جمع باشه، اما اینجوری هم نباشه که با یه گارد خیلی زیادی شما بیای و بگی که نه همه ایرانیایی که تو آلمانن میخوان کلاه منو بردارن، میخوان اذیتم بکنن. نه اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست، ولی آدم باید احتیاط رو حفظ بکنه، حواسش باشه. و یه چیزی رو که من از آلمانی‌ها دیدم و دوست داشتم، اتفاقا در سوال قبلیه و اینجا میخوام بهش اشاره کنم الان یادم اومد، اینه که همیشه سعی میکنن اول که با یه نفر در ارتباط قرار میگیرن یه فاصله مناسبی رو حفظ بکنن. از همون ابتدا نمیان همه زندگیشون رو به طرف بگن، یه فاصله رو با اون فرد حفظ میکنن و بعد آروم آروم اگر که اعتمادشون جلب شد و بعد اون وقت با طرف صمیمیت‌تر میشن. این فکر میکنم خیلی اخلاق خوبیه و فکر میکنم در ارتباط با ایرانیایی که تو آلمان هستن هم خیلی به رفقا میتونه کمک کنه. دقیقاً ما اصلا جامعه مهاجر ایرانی واقعا موفقه، یعنی در کل جهان، در آمریکا همین اسپانیا رو خود جامعه ایرانیش خود کمه، کوچیک‌تر نسبت به سایر کشور، ولی در اکثر کشورها ما نگاه میکنیم واقعا آدمای موفقی هستند و این خیلی حالا ناراحت کننده است. ما بعضا میبینیم خب خودمون با خودمون مشکل داریم ولی خارجی عاشق ما هن اکثرا و خدا رو شکر حالا که تو تجربه مثبتی داشتی و حالا اتفاقات مثبتی هم برات افتاده و امیدواریم که حالا در آینده مثلا بتونی حالا تولید محتوا میکنی یکم این قضیه رو ترویج بدی که نمیدونم اگر با توجه به تجربت و چیزی که دیدی یکم ارتباط بچه‌ها با هم بهتر بشه. من میبینم خیلی مشکلات وجود داره، خیلی از هم فرارین و من خودم دقیقاً اون موقع که می‌خواستم مهاجرت بکنم از اون وکیل مهاجرت گفتم یه توصیه میشه و بکنی، گفت تا میتونی از ایرانیا دوری کن. من اصلا با این مشکل اصلا با این حرف مشکل دارم. ببین اینجا جامعه ترکا به هم دیگه کمک میکنن، جامعه عرب‌ها به هم کمک میکنن و فقط جامعه ایرانیان که دست همدیگر نمیگیرن و واقعا این خوب نیست. و من واقعا اگر بتونم و روزی یک بستری رو داشته باشم که بتونم با ایرانیا همکاری داشته باشم، حتما سعی میکنم کسایی که میخوام باهاشون کار بکنم و از ایرانی انتخاب بکنم. بابا ایرانی‌ها کاری هستن، آدمای باهوشی هستن، آدمایی هستن که نون و نمک حالیشون میشه و این خیلی جذابه نظرم، دلسوزن اکثرا. و ببین همه نیستن ولی خیلی ها هستن و تو قطعا نمیتونی با همه آدم ها ارتباط بگیری، اما با خیلی هاشون میتونی ارتباط خوب محترمانه دو طرفه داشته باشی. و منم همیشه در روابط خودم سعی کردم یک چهارچوبی قرار بدم برای روابطم و همین چهارچوب گذاشتنه همیشه باعث شده که من بتونم روابطم رو درست مدیریت بکنم. اگر شما چهارچوب برای روابطت بذاری، اگر حواس جمع با آدم‌ها در ارتباط قرار بگیری که همون افرادی که تو جامعه ایرانی هستن میتونن خیلی بهت کمک بکنن و تو هم میتونی متقابلا با اونا کمک بکنی و یک ارتباط دوستانه، صمیمانه و دو طرفه خیلی خوب میتونی باشون داشته باشی. خوب، دقیقاً کاملا باید موافقم. چه توصیه خوبی هم کردی که آره اگر خودمون یه چهارچوبی داشته باشیم، گرچه حالا واقعا به مسئله شانس هم میشه گفت مربوطه و یه سری حالا پارامترهای دیگه، اما این چارچوب داشتن کلا خیلی میتونه کمک بکنه، چه اصلا در برخورد با هر آدمی.
شما یه چارچوبی داشته باشه. حالا به قول شما خیلی مثال جالبی زدی از آلمانیا که مرحله به مرحله نزدیک میشن. گاهی اوقات ما در همون برخورد اول حالا بعضیامون همه چیزو می‌دونیم دایره و خود آره بیشتر کلیپ می‌دیدم مثلا طرف میگه دفعه اول رفیقم طرف با یکی از رفیقاش رفته و پیش یه بنده خدای دیگه‌ای که اولین بار مثلا این دو نفر هم دیدن و همون موقع داشتن پلن مثلا شمال میچیدن با هم دیگه. مثلا این داشت ساکشو جمع میکرد و داشت مثلا حوله هاشو برنداشت تازه ببخشه این شورت و یکی هم داشت میبرد بپوشه. و واقعا من اینو تو فسارت دیدم، یعنی خوبه ها، من نمیگم بده، خوبه، ولی اجازه بدیم که این روابطمون مرحله به مرحله اتفاق بیفته، مرحله به مرحله پیش بره که بعداً دلخوری پیش نیاد و این قدم به قدم تو یک رابطه وارد شدن خیلی میتونه واقعاً اون رابطه رو مطمئن‌ترش بکنه و بهتر پیش ببره و محترمانه‌تر دو طرفه‌تر. فکر می‌کنم خیلی بالتر بشه اینجوری. دقیقاً یه چیزی گفتی من داشت صحبت می‌کردی از خنده ترکیدم، ولی کاملا موافقم. این چیزایی که حالا ما توی اینستاگرام میبینیم که میگن آره یه پسر بوق میزنه اون یکی پسر میان با هم رفیق میشن به قول شما میرن شمال، ولی اینا صرفا در حد همین طرز اینستاگرامه. یعنی در زندگی واقعی شما میبینی بعد از سالها هم باز نمیتونید به شناخت برسید در یک فرد و این خیلی مهمه که اصلا ما در نظر بگیریم صرفا همون جهت طرز رفیقانشو بگیریم بخندیم بگذریم. یعنی یه سری اوقات اونقدر هم نباید واقعا سوشال مدیا رو وارد زندگیمون بکنی، ولی خیلی آره یه سری میگم انگار جدی میگن این قضایا رو و اینم سر زننده است. خب حالا که مثلا در مورد سوشال مدیا صحبت کردیم، در مورد همین تولید محتوا خودت هم صحبت کنیم. چی شد که اصلا اعتماد به نفس اینو گرفتی که تولید محتوا رو انجام بدید؟ چون اون زمانی که تو داشتی تولید محتوا می‌کردی در ایران هم بودی، یعنی هر یه ویدیو که میذاشتی بلافاصله به شکل حضوری فیدبک میگرفتی. اصلا این اعتماد به نفس از کجا اومد که بخوای از این بیان خوبی هم داری؟ به هر حال نکته‌ای که باید حتما اشاره کنم بهش، این بیانه از کجا اومد؟ به نظر همینطوری ذاتی بود یا نه روش تمرین کردی؟ و این که حالا این مسئله رو چطوری کنترل کردی که اعتماد به نفس تو حفظ کنی؟ چون ممکنه شوخی بشه و اول هر چیز ممکنه روی آدم تاثیر بذاره دیگه. چون میگم امروز تو ویدیو میذاری فردا ممکنه دوستت بهت فیدبک بده بشه به حضوری. بله ببین اولا که یه چیز ذاتی بوده، واقعا میگم من نه هیچ کلاسی رفتم نه اصلا هیچ تمرینی کردم که مثلا با دوربین اوکی باشم و اینا. ذاتاً اینو در وجودم داشتم مثلا از بچه، یعنی مثلا من بچه‌ام که بودم کلا دوربین رو دوست داشتم. یعنی مثلا خانواده‌ام که خیلی کوچیک بودم می‌خواستن، حالا من که یادم نمیاد مامانم اینا تعریف می‌کنن، مثلا دوربین رو که می‌خواستن از من ویدیو بگیرن، از اون موقع دوربین بزرگا بود، دوربین میگرفتم من میدویدم سمت دوربین که دوربینه رو دست خودم بگیرم. یعنی مثلا بعضی موقع زیر چادر میکردن دوربینو یه جوری که من نبینم دوربینو ازن فیلم برداری کنم. و یعنی این علاقه بچگی انگار تو وجود من بوده، ولی هیچ کار خاصی نکردم. یعنی اون بیانه یه چیزی که خدا دادیه و من دارم ازش استفاده میکنم. از اون ور اون اعتماد به نفسم باز یه چیز خدا دادیه و واقعا ذاتاً تو وجودم هم بوده که بیام بشینم جلو دوربین و اصلا از روز اول یعنی هیچ غریبی با دوربین نداشتم و خیلی راحت بودم جلو دوربین. شاید این برگرده شاید به چند سال قبلش که من تئاتر کار میکردم، یه مدت یکی دو ساله تئاتر کار کردم و خب دیدم علاقه‌مندم به این موضوع و بعد دیدم که میتونم که مثلا توی یوتیوب فعالیت کنم و بعد فعالیت کردم و آروم آروم عادت کردم به این موضوع و مثلا 2-3 بارم من توی ایران 2-3 جا هم اجرا کردم. یعنی مثلا مراسمایی بوده که حالا توی مثلا یک ارزم موضوع شما یک سمیناری بوده یا حالا یک مراسمی بوده، من مثلا رفتم روی سن و اجرا کردم و اینها. خب واقعا ولی هیچ کاری نکردم، علاقه هم ولی دارم. یعنی فکر می‌کنم علاقه هم باعث میشه که شما اون اعتماد به نفس رو بگیری و بدونی که آقا این کارا رو دوست داری، تواناییش هم که خدا بهت داده دیگه در جهت مثبت میتونی ازش استفاده کنی. درسته. توی کار عمران هم بهت کمک کرده این مسئله؟ یعنی باعث شده که راحت‌تر ارتباط بگیری، حالا از امتیاز همین اینفلوئنسر بودن استفاده کنی یا نه اصلا پیش نیومده؟ یا میتونه اصلا کمک کننده باشه به نظر در آینده یا دو پیام بده؟ وقت مثلا توی جایی که رفتم نگفتم
که مثلا من اینفلوئنسرم و این اینفلوئنسر بودنه بخواد بشه یه مزیت، چون بعضا مزیت نیست، شاید حتی، یعنی شاید حتی یک چیز منفی باشه، یک اتفاق منفی باشه برای شما که بگن آقا مثلا شما داری وقتت رو با این صرف میکنی، شاید کمتر تمرکزت رو بذاری روی کار اصلیت، ولی اون قدرت بیانه و صحبت کردنه و اینکه کلا من معمولا راحت با آدم میتونم ارتباط بگیرم، این خیلی بهم کمک کرده که حالا توی پروژه ها مثلا میرم سر پروژه جایی کاری دارم، مثلا راحت بتونم همون تو صحبت اول دوم دیگه با اون فردی که باش کار دارم صحبت دارم و اینها بتونم ارتباط برقرار بکنم و کارو پیش ببریم. درسته. در صورتی حالا فکر می‌کنم الان در ایران یه جوری شما تیروان داشته باشی، فکر کنم ولی نظر شخصی منه یه امتیاز مثبته. حالا البته شاید هم در تمام جهان، ولی خب به عنوان یک ایرانی اگه شما بخوای بگی آره من یک تیریبونی دارم، برای یک آلمانی مهم نیست، چون شما خب اصلا مخاطب بدون نیستم. تا حالا اصلا توی ذهنت اومده که بخوای از تجربه حالا اینفلوئنسری توی یوتیوب استفاده کنی و یک حالا کانالم در فضای آلمان بخوای داشته باشی؟ بهش فکر کردم واقعا شایدم یک روز این کارو بکنم، ولی توی این مدلی که توی حالا سوشال مدیا یا توی یوتیوب فارسی دارم کار میکنم نه، یعنی یه مدل دیگه دوست دارم که توی یوتیوب آلمانی کار بکنم و فکر میکنم خیلی به اون نزدیکم و فکر میکنم که اون کارو شروع میکنم و حسم هم اینه که خیلی میتونه موفق باشه به امید خدا. یعنی یه برنامه‌ای دارم و خیلی هم بهش امیدوارم، ولی امیدوارم که بشه انجامش داد و میدونم که شدنیه، ولی اینکه کی بشه رو نمیدونم، ولی یه برنامه‌ای واقعا دارم واسش. ولی حالا بخوام کلی بگم تو هیته بیشتر کاری خودمه تقریبا. بله. خوب. و اینکه اصلا حالا این مسئله مهاجرت صرفاً یه تغییر مکان بود یا واقعا احساس میکنی که واقعا در طرز فکر کردنت هم تاثیرگذار بوده و باعث شده که اصلا سبک زندگیت هم کلا عوض بشه؟ چون من الان اون بخشش که داشتیم ما یه شوخی میکردیم من خندم گرفت، شما خیلی جدی اون شوخی رو داشتین میگفتید. من می‌خواستم اینو بعدش بگم، همین الان میگم خیلی جادو بود برام که یه قشنگ مدل آلمانی شوخی رو خیلی با کمترین میشه گفت چیز میگن میمیک صورت، آره میمیک صورت داشتیم من تعریفی کردیم، من اینسام خندم گرفت قش کرده بودم از خنده، تو اون کاملا خیلی عادی داشتی نرمال تعریف میکردی. به نظرت حالا این تاثیرگذار بوده یا نه صرفا هنوز تحت تاثیر همون فرهنگ ایرانی شما؟ اصلا اگر من بگم تاثیرگذار نبوده فکر میکنم دروغ گفتم یا اصلا اشتباه زندگی کردم تو آلمان. چون ببین من الان 2 سال و 8 ماهه که فقط توی هیته کاری خودم برام کار میکنم و همکارام هم همه آلمانی بودن تا الان و قطعا 2 سال و 8 ماه شما روز 8 ساعت، حالا زمان دانشجویی هفته‌ای 2-3 روز، ولی الان که دیگه هر روز تو 6-7 ماه گذشته با آلمانی‌ها وقتی در ارتباط باشی و همه کارت با آلمانی‌ها باشه و به زبان آلمانی صحبت بکنی، شوخی‌ها رو ببینی و بتونی باهاشون شوخی بکنی، قطعاً روی اخلاق تاثیر میذاره. قطعاً یه سری موارد روی اخلاق تاثیر میذاره و من سعی کردم موارد مثبت ایرانی بودنم مثل مهمون نواز بودن، مثل دست و دل باز بودن و اینها رو نگه بدارم و یه سری مواردی مثل همین که گفتم قدم به قدم با آدم آشنا بشم، مثل سخت کوشی، مثل اینکه کمتر به قولی سر کار حتما اون کارم رو سعی کنم درست انجام بدم. حتی از قبلم اینجوری بودم ولی حالا الان شاید بیشتر سعی میکنم که اینجوری باشم. سعی کردم اون موارد مثبت آلمانی ها رو هم بگیرم و شاید یه مقدار این جدی بودنه هم شاید از تاثیر اون باشه، ولی خودم تا حالا بهش دقت نکردم. چون ببین من اتفاقا آدمی هم که خیلی خوشخندم، یعنی منو خیلی راحت میتونی بخندونی، من خیلی راحت میخندم، شاید با من حتی یه شوخی مسخره‌ام بتونه منو بخندونه، ولی از اون طرفم تو کار خیلی جدیم، اصلا تعارف ندارم و سعی کردم اینم از آلمانی‌ها تا حدی یاد بگیرم. دقیقاً. و یک سال آلمانی آدمای روکی هن فکر می‌کنی؟ آره حتما. و این حالا این روک بودنه اصلا از قبل به نظر توی جامعه ما وجود حالا اصلا بای دیفالت وجود داره یا اونجا مثلا فکر می‌کنی تو حالا همین و حال بدون تعارف کار کردن یاد گرفتی؟ من توی ایران خب
با پدرم در از کار میکردم و پدرم آدم بسیار سختگیری بود و هست و من ممنونشم از همینجا دست پدر مادرم میبوسم برای همه زحماتی که برای من کشیدن و همیشه قدردانشونم. من یادمه که پدر من تو کار خیلی آدم سختگیری بود، حتی سختی نسبت به من، و مثلا میگفتم آقا جمعه صبح به من میگه آقا جمعه صبح ساعت 8 صبح شما باید بری سر پروژه، مثلا قراره بار سنگ بیاد به عنوان مثال. من میرفتم سر پروژه، اگه 8 صبح هم میشد 8 و نیم صبح سر پروژه میرفتم، بابام واقعا ناراحت میشد، زنگ میزد میگفت چرا ساعت 8 و نیم رفتیم؟ من میگفت بهت نگفتم ساعت 8 صبح بری. و من اصلا اینجوری نبود، یعنی ما خانوادهمون اینجوری بوده که خدا رو شکر به قول معروف هیچ وقت غم نان نداشتیم و همیشه یه زندگی اوکی داشتیم، ولی اونقدرم هیچ وقت، یعنی یه خانواده متوسط یه خونه دارن، ماشین دارن و یه کار کوچیکی هم پدر من کنارش انجام میداد، اینجوری زندگی میکردیم. ولی پدر من هیچ وقت پول تو جیبی زیاد به من نمیداد، هیچ وقت. و من از 17 سالگی خودم کار میکردم و باید همون پولی که میخواستم اون پولی رو که میخواستم ارزم بود شما باش زندگی بکنم و خودم در می آوردم. و پدر منم خیلی سختی بود واسه این سختگیری تو کاره رو و کار سختگیرانه کردن رو اونجا یاد گرفته بودم و خارج از این کار نمیدونم که مثلا تو فضای کار عمرانی چه شکلیه توی ایران، چون میگم من 23 سالگیم اومدم لیسانسم که تمام شد بلافاصله اومدم آلمان و تجربه کاری غیر از کنار پدرم و اینها اینجا دارم، واسه نمیتونم درست مقایسه کنم شاید، ولی خب اونجا هم من سختگیری بود پدرم و با این سختگیریه آشنا بودم. درسته. و اگر حالا یک جوان 22 ساله تقریبا همون سنی 22 سالگی بود اگر شما کنه مهاجرت کرد، درسته؟ آره 23 ساله، حالا 23 ساله 22 ساله بخواد الان به تو حالا پیام بده، ازت مشاوره بخواد، چه نکاتی رو بهش میگی که حتما در نظر داشته باشه اون جوان؟ خیلی آخه کلیه سواله. مثلا تو چه هیته‌ای؟ در مورد مهاجرت دیگه. نه صرفا خود مهاجرت میتونه خیلی هیت‌های مختلف داشته، مالیش، فرهنگیش و همه اینها. ولی اگر که بخوام مثلا توصیه کوچیکی بکنم و توصیه بکنم که شاید به کارش بیاد، اینه که زبان، هر کشوری که میخوای بری زبان اون کشور رو یاد گرفتن مهمترین اصله برای اینکه شما بتونی توی اون فرهنگ ادغام بشی و بتونی که خوب اونجا زندگی بکنی، بتونی اونجا خوب کار بکنی، بتونی حتی اونجا خوب پول در بیاری. به نظر من مهمترینش زبانه، چون زبانه که باعث میشه تو اون فرهنگ رو درک بکنی. بنابراین بزرگترین توصیه‌ام اینه که هیچ وقت دست از یادگیری زبان بر نداره. اگر که تصمیمش بر مهاجرت قطعی شد، تمام تلاشش رو بکنه و هر کاری که میتونه بکنه انجام بده و بره به اون سمت. ببین من مستقیم با خود اون رفیقمون صحبت میکنم که 22 سالشه، 3-4 سال از من کوچیک‌تره، عقب‌تر، شاید از نظر اون مسیر مهاجرتی چند قدم عقب‌تر باشه. ببین رفیق، واقعا هر جای دنیا که میخوای مهاجرت بکنی، اولا که خیلی خیلی آگاهانه تصمیم بگیر، یعنی تحقیق کن، خیلی تحقیق کن در مورد اون کشور، زندگی توی اون کشور و سختی‌هایی که مهاجرت داره و این رو بدون که داری یه مسیر رو انتخاب میکنی که زمین تا آسمون با زندگی کردن توی ایران فرق میکنه، چون تو ساپورت خانوادت رو دیگه نداری، تو وقتایی هستش که بیمار میشی و حتی خانوادت شاید نفهمن و شاید دل نخواد بهشون انتقال بدی چون کاری از دستشون بر نمیاد و قراره چیزهایی رو واقعا تجربه کنی که هیچ وقت اگر فقط تو ایران بمونی قرار نیست تجربهشون بکنی. تو قراره توی فرهنگ جدید زندگی بکنی، در یک کشور جدید قراره زندگی بکنی و همه اینا رو با خود 2 تا 4 تا بکن و ببین که آیا ارزشش رو داره که مهاجرت بکنی یا نه. و اگر جوابت بله بود، تمام تلاشت رو بکن و این رو هم بدون که هدفت از مهاجرت چیه. یعنی یه هدف بذار و نه صرفا به خاطر اینکه ایران شرایطش خوب نیست مهاجرت نکن. بگو آقا من مهاجرت میکنم که آدم موفقی بشم، یا اصلا یکی مهاجرت میکنم یا من میخوام مهاجرت کنم بتونم خیلی از کشورها رو سفر کنم برم، اوکی. یا یک نفر مهاجرت میکنم یا آقا من میخوام تو کاری که مهاجرت کردم براش بهترین باشم.
انجامش بده. دل سرد نشو، روزای خیلی خیلی سختی در انتظارته ولی قطعا از پسش برمیای. اگه من و امثال من و خیلیایی که از من خیلی 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 آدمای بیشتر پیشرفت کردن، خیلی آدمای موفق ترین، اگه اونا تونستن تو هم میتونی. و این رو من بهت قول میدم که اگر دوام بیاری و تلاشت رو ادامه بدی بهترین اتفاقا برات میفته و اون اتفاق خوبا قطعا رقم میخوره. بسیار عالی. خب حالا برگردیم در مورد شخص خودت صحبت کنیم. اگر اون حسام جوون رو ببینی که برای اولین بار داره دوربین میذاره جلوش و همین که دیگه داره تصمیم مهاجرت میگیره و همین که اصلا دیگه تصمیم میگیره تولید محتوا انجام بده، مسیر شغلیش اصلا وارد یک فاز دیگه بکنه، چه صحبتایی با حسام داری؟ چه کارهایی رو میگی انجام بده و تکرار بکنه از این مسیری که حالا طی کردی و چه کارهایی میگی که انجام نده اصلا؟ ببین یه صحبتی رو من خیلی قبول دارم. اگر من اون کارهایی که تا الان کردم رو نمی کردم این جایی که الان هستم نبودم. و به نظر من اون مسیری که اومدم با هر اشتباهی که انجام دادم برام تجربه شده و اگر برگردم فکر میکنم همین مسیر رو میام تا اینجا، چون هر زمانی حس کردم درست‌ترین کار هر چی که هست سعی کردم درست‌ترین کاره رو بکنم. واسه همین حتی اگر اشتباه بوده، حتی اگر شکست بردم توی اون کار، حتی اگر آدم اشتباهی رو برای اینکه باش دوست باشم انتخاب کردم یا هر اتفاق دیگه یا بیزینسی رو راه انداختم که نتیجه مثبتی نداد، همه اینا تجربه شد و این باعث میشه که من آدم پخته تری بشم. واسه همین اگر برگردم اول یه دمت گرم میگم به اون حسامی که چند سال پیش با اعتماد به نفس تولید محتوا رو شروع کرد. شاید جالب باشه بدونی من زمانی که تولید محتوا میکردم توی اینستاگرام با همون 200-300 تا فالووری که دوستان بودم، خانواده‌ام بودن، رفیقام بودم شروع کردم و از یوتیوب هم که واقعا از 0 سابسکرایبر من وقتی یوتیوبم رو به وجود آوردم و اولین ویدیوم که در مورد تست فودو گذاشتم واقعا نمیدونستم که چه اتفاقی قرار بیفته و حتی خانواده من خیلی مخالف بودن به همین دلیلی که خودت گفتی که میگن آقا بذار ببینیم چی میشه، چه اتفاقی میفته، اصلا میشه نمیشه. و من اینجوری بودم که آقا نه، من میخوام برم و من میدونم که یعنی هیچ راهی جلوی خودم نمیدیدم به غیر از اینکه میخوام مهاجرت کنم و میدونستم که اگر مهاجرت کنم به اون چیزایی که میخوام میرسم یا حداقل نزدیک میشم و این مسیریه که من به سمت اون اتفاقات مثبتی که تو ذهنم، اون اهدافی که تو ذهنم هست. بنابراین این باعث میشد که اصلا توجه نکنم، حتی اگر نزدیکترین افرادم با من مخالفت کردن. شاید خوب نباشه بگم ولی شاید نمیگم ته دلشون منفی بوده ولی شاید بعضی موقع مسخره شدم. دوستام حتی شاید نزدیکترین آدمای زندگیم من شاید مسخره کردن، به شوخی یه حرفایی زدن و من هیچ وقت تو زندگیم هیچ صحبت منفی من رو از اون هدفی که دارم دور نمیکنه، چون واقعا اگر یه چیزی رو بخوام خیلی میخوامش و اون موقع حس میکردم دارم کار درستی میکنم و الانم که بعد از 3 سال و نیم 4 سال 5 سال نمیدونم چقدر که نشستم اینجا و دارم با شما صحبت میکنم بازم حس میکنم کار درستی کردم و فقط افتخار میکنم که اون موقع هر صحبتی که منفی بود و هر حتی مسخره کردنی که بود رو اهمیت ندادم بهش که اون اتفاق مثبت افتاد و این باعث شد که من خدا رو شکر بتونم به خیلی از رفقای خودمون کمک بکنم که اون مسیر مهاجرتشون درست‌تر طی بکنم و هر پیامی که من میگیرم کلی بیشتر مطمئن میشم از مسیری که تا الان اومدم. بسیار عالی. و اینکه حسام به نظرت حالا رمز موفق شدن در سوشال مدیا رو در چی میبینی؟ چون تو هم در اینستاگرام به هر حال به نسبت اون بازه زمانی که نسبتاً به نظر من کوتاه بوده مخاطبای خیلی خوبی رو جذب کردی و هم در یوتیوبت. این حالا بخوای یه رمز موفقیتی داشته باشه بخوای بگی این چیه؟ اولی که لطف توه، من خودم کلا خیلی آدم موفقی نمیدونم تو سوشال مدیا، چون خب خیلی آدمایی هستن که بیشتر از من فالوور دارن و اینها و یا سابسکرایبرشون خیلی بیشتر از منه. اما اگر که ما بخوایم تا حدی بدونیم که آقا یک موفقیتی بوده،
من همیشه به این اعتقاد دارم که این که تو رو به چی بشناسن خیلی مهمتره از این که تو رو صرفاً بشناسن. همیشه به همه میگم، یعنی میگن آقا چرا فعالیت نمی‌کنی، چرا این کارا نمی‌کنی، چرا اینجوری فعالیت نمی‌کنی، چرا اونجوری فعالیت نمی‌کنی، چرا خیلی‌ها میان محتوای زرد تولید می‌کنن، تو چرا محتوای زرد تولید نمی‌کنی؟ من میگم آقا من اصلا نمیخوام صرفاً شناخته بشم، من همیشه واسم مهم اینه که به چی شناخته بشم. و الان که این من تولید محتوام به این سمت بردم و توی این هیته و به این شکل تولید محتوا کردم، وقتی رفقایی که منو حالا توی یوتیوب توی اینستاگرام شناختن و میان جلو، منو میبینن میان جلو و همین که بهم خسته نباشید میگن، یه تشکر کوچیک میکنن از من، واسه من یه دنیا ارزش داره که فالوور یا اون سابسکرایبر، کسی که من رو دنبال کرده و رفیق من شده، میاد جلو و از من به خاطر تولید محتوا تشکر میکنه. این یعنی من دارم مسیر درستی رو رفتم و دارم میرم. واسه همین همیشه این رو اعتقاد دارم که کسی که میخواد درست کار بکنه نباید به این نگاه کنه که چقدر آدما دارن دنبالش میکنن، باید نگاه کنه که کیا دارن دنبالش میکنن. واسه همینه که اون اول صحبت گفتم من افتخار میکنم به کسایی که رفیق من هستن و دنبال کننده من هستن توی فضای مجازی، به خاطر اینکه هم وفادارن، هم آدم حسابیان، هم واقعا آدمایین که دنبال اتفاقات درستن، تو دنبال چرت و پرت نیستن. چون من هیچ وقت دوست ندارم که واقعا چرت و پرت تولید بکنم و حرف الکی بزنم و همیشه سعی کردم اگر دارم وقت افراد رو میگیرم توی اینستاگرام، توی یوتیوب، یک چیزی اضافه بکنم، حتی کم، و همیشه یک چیزی باشه که اون فعل اگر نگاه میکنه، اگه وقتشو میذارشون، با ارزش ترین چیز وقته. اگر وقتتون رو برای چیزی میذاری، شما باید براش ارزش قائل باشی و اگر مخاطبی داره مطالب شما رو میبینه، باید برای وقت اون فرد هم ارزش قائل باشی. واسه همین بوده که من همیشه این مدلی تولید محتوا کردم و خدا رو هزار مرتبه شکر به اندازه‌ای که اون مدلی که دوست داشتم نتیجه گرفتم و واقعا افتخار میکنم به همه رفیقایی که منو همراهی میکنن. دمت گرم. چون من خودم یک ذهنیت شبیه به تو رو دارم و ترجیح میدم مثلا محتوا کم تولید کنم ولی خوب تولید کنم. حالا به هر حال من سابسکرایبرم، رفیقام کمتر از شما در نگرش نو، ولی دقیقاً منم همین طرز تفکر تو رو دارم و برخلاف یک سری که بدنامی رو ترجیح میدن به نسبت گمنامی، ولی من خودم دقیقاً مثل تو فکر میکنم و فکر میکنم اون یک تولید محتوا کم باشه ولی با کیفیت باشه، خوب باشه، واقعا بتونه کمک بکنه به اون آدم. یعنی الان یک نفر اگر میاد حدودا فکر میکنم گفتگو ما 1 ساعت و ربع احتمالاً طول بکشه، این تایمشو داره میذاره، واقعا یه چیزی بهش اضافه بشه، نه اینکه صرفا حالا اینترتینمنت هم به هر حال قابل احترام. حداقلش اینه که یک انگیزه‌ای بگیره اون فرد، حداقلش اینه که ببینه آقا حسام انصاری که خب واقعا منم از صفر شروع کردم و از یه خانواده کاملا معمولی اومده و الان بعد از 3 سال من خدا رو شکر چند وقت پیش، حالا اینو اولین بار اینجا میگم، تا حالا نگفتم، مثلا من بلو کاردمو گرفتم و خب همه بچه‌هایی که تحصیلی میان اکثرا دنبال اینن که بیان آلمان تحصیلی بیان که بتونن ویزاشون رو تغییر بدن، کاری کنن و بعد حالا اقامت دائم بگیرن یا حالا شهروندی آلمان رو بگیرن. خب من اون مرحله رو رد کردم و خدا رو شکر تونستم اون اقامت کاریه که حالا ما چون 2 نوع اقامت کاری داریم، وقتی درآمد از یه عددی بالاتر باشه به شما بلو کارت میدن، اگه پایین‌تر باشه به شما اقامت کاری صرفا اقامت کاری میدن و من تونستم این بلو کارت رو بگیرم. خب این یک موفقیتیه که واسه خودم موفقیت محسوب میشه و میدونم که بچه‌هایم که میخوام بیان قطعا یکی از قدم‌های بزرگشون اینه و اگر من تونستم برداشتم و این سختی‌ها رو پشت سر گذاشتم، قطعا میدونم رفقایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن هم میتونن اینو پشت سر بذارن و به اون موفقیت برسن و اون اتفاقهای مثبتی رو که تو ذهنشون هست رو رقم بزنن. دمت هم گرم. و اینکه خب حسام جان اگر بخوای یک جمله از خودت حالا در واقع باقی بذاری برای این اپیزود، اون چه خواهد بود؟ یه جوری کلام آخر. من یه جمله رو روی سینه خودم تتو کردم و خیلی قبولش دارم و همیشه بهش اعتقاد دارم و الانم که چه تو وضعیت فعلی کشورمون، چه
همه جوانایی که برای یک هدفی اهدافشون تلاش میکنم فکر میکنم میتونن بهش فکر کنن اینه که دنبال یک معجزه تو زندگیتون نباشید و خودتون اون معجزه زندگیتون باشید. و این واقعا سرلوحه کارهای من بوده و من کلا 2 تا تتو دارم. یکیش همینه که همین جمله‌ایه که منتظر هیچ معجزه‌ای نباش و خودتون معجزه باش، و یکی هم که کلمه خم رو روی دستم به صورتی که پرچم ایران باشه تتو کردم و جفتشون برام خیلی معنی دارن و همیشه بهشون فکر میکنم و واقعا من به این نتیجه رسیدم که اگر بخوام اون اتفاقات بزرگی تو ذهنم رو رقم بزنم نباید از کسی یا چیزی هیچ انتظاری داشته باشن. از پدر مادرتون انتظار نداشته باشید، از رفیقتون انتظار نداشته باشید، واقعا از کسی انتظار نداشته باشید بهتون پول بده، بهتون بخواد ارزم بزرگ شما رفاه اجتماعی بده، بخواد شما رو ساپورت مالی بکنه. تا زمانی که فکرت این باشه که یه نفری قرار ساپورتت بکنه تمام توانتو نمیذاری. وقتی بدونی که هیچ کسی نیست و فقط خودتی خودت، اون موقع است که اصلا یه هیولای درون داری، اون میزنه بیرون و انقدر قدرت بهت میده و انقدر قویت میکنه که میری برای اون اهدافت. و واقعا این جمله‌ای که منتظر هیچ معجزه‌ای نباش و خودتون معجزه زندگیت باش شاید کلیشه به نظر برسه، ولی واقعا واقعیت داره و مطمئنم که هر کسی که براش تلاش بکنه، استمرار داشته باشه و پا پس نکشه میتونه که اون رو رقم بزنه. بسیار عالی، ممنون از حالا صحبت خفنی که داشتی و اینکه احسان موردی بوده، نکته‌ای بوده، سوالی بوده که دوست داشتی بهش بپردازیم ولی من فراموش کردم در گفتگو قرارش بدم. نه تقریبا این چیز خاصی نبوده. تنها چیزی رو که من به ذهنم رسید که فکر کنم در موردش صحبت نکردم اینه که فکر می‌کنم هدف از مهاجرت رو در موردش صحبت نکردیم. اینکه اصلا هدف من از مهاجرت چی بوده و چرا مهاجرت کردم، که البته من یه ویدیویی فکر کنم یکی از پربازی ترین ویدیوهای طولانی کانالمه که فکر کنم نزدیک به بالای 40,000 تا ویو خوردش، اینکه آقا آیا مهاجرت ارزشش رو داشت یا نه، که من اونجا خیلی مفصل به این پرداختم که آیا ارزشش رو داشت یا نه. ولی اگر بخوام صرفاً اینجا خیلی کوتاه بگم اینه که من مهمترین هدفم استقلال مالی و برنامه ریزی برای زندگیم بوده. اینکه بتونم برنامه داشته باشم، بگم آقا من سال دیگه اگر انقدر پول اینجا سرمایه گذاری کنم یا پسنداز کنم یا هر چی، سال دیگه بتونم اینجا باشم. یا از اون طرف بدونم که میتونم بدون حمایت خانوادم اونقدری پول در بیارم و اون مدلی زندگی کنم که هیچ نیازی نداشته باشم به ساپورت خانوادم و بتونم روی پای خودم وایسم و اون اهداف بزرگی رو که دارم رقم بزنم. این مهمترین هدف من بوده برای مهاجرت و باید با خودتون 2 تا 4 تا کنید ببینید که چقدر این سبک سنگینه براتون به چه شکل و آیا واقعا میخواید مهاجرت کنید یا نه. و هدفتون از مهاجرت خیلی مهمه. بازم میگم، اینو گفتم، تأکید میکنم، خواهش میکنم از تک تک شما رفقا که با آگاهی، علم و هدف مهاجرت بکنید تا بتونید اون سختی هایی که مهاجرت بهتون متحمل میکنه رو و تحمیل میکنه و شما متحمل اونها میشید تاب بیارید و به اون اتفاقات مثبتی که تو ذهنتونه برسید. بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه حسام جان امروز در کنار ما بودی. واقعا آدم حسابی، آدم درجه 1، هدفمند، فوق‌العاده، سر پرفکت همه بود. لطفه این لطف شماست. همچنین خودت، برای من خیلی افتخاره که با شما مسعود جان دارم صحبت میکنم. دمت گرم، مرسی که تو موتور من رو روشن کردی. جدی میگم، یعنی اگر این پیام شما نبود، این پیگیری شما نبود برای اینکه ما این صحبت رو داشته باشیم، شاید موتور من برای دوباره فعالیت کردن تو یوتیوب معلوم بود چقدر دیگه روشن بشه. ولی این ویدیوی امروز جرقه‌شو زد و به رفقام این قولو میدم که از این به بعد بیشتر کنارشون باشم. از این 2 سالی که نبودم
اطلاعاتی که هست، تجربیاتی که هست رو بتونم منتقل بکنم. و دمت گرم مسعود، مرسی ازت و خودت خیلی آدم خفنی هستی، آدم بسیار موفقی هستی، واقعا الگویی برای جوانایی که هستن و دمت همیشه گرم باشه. مطمئنم تو کارت موفق میشی با نظمی که ازت دیدم، با پرستیژی که ازت دیدم تو کارت و تولید محتوایی که داری میکنی و بهت این قول میدم که میتره کنی، کلی موفق میشی و منم افتخار میکنم که افتخار این رو داشتم که باهات صحبت کنم. نظر لطفت واسه افتخار بنده است. خیلی مخلصم از انرژی خیلی خوبی که دادی و حالا اگر میخوای خدافظی هم داشته باش با مخاطبین. خیلی ممنونم، دمتون گرم که تا اینجا نگاه کردید. امیدوارم که این صحبتایی که کردیم، اولا که ببخشید که پرحرفی کردم، بعدم خوشحالم که تونستم دوباره باهاتون صحبت بکنم و از هر مهمتر امیدوارم که این صحبت‌ها تونسته باشه ذره‌ای چیزی بهتون اضافه کرده باشه و حتما باز میبینمتون تو ویدیو بعدی به زودی زود و سعی میکنم که از این به بعد بیشتر باشم و این نبودنمو جبران کنم اگر بشه. دوستتون دارم، تا بعد. دمت گرم. خب و اما شما مخاطبین عزیز که تا به اینجای کار همراه ما بودید، حالا چه مخاطبین کانال حسام جان انصاری پسر درجه‌ای و چه مخاطبین نگرش نو که حالا این ویدیو احتمالاً به شکل حالا یا کلابریت یا به این صورتی که در هر دو تا کانال قابل تماشا باشه قرار میگیره. اگر این گفتگو رو پسندیدید حتما برای ما کامنت بذارید، با دوستان خودتون به اشتراک بذارید که واقعا صحبت فوق‌العاده‌ای داشت، واقعا میتونه مسیر زندگی خیلی‌ها رو عوض کنه، کمک کنه به اون بچه‌ای که میخوان مهاجرت کنن، با دید بازتری کارشون انجام بدن، چه برای بچه‌ای که حالا میخوان تولید محتوا انجام بدن، چه بچه‌ای که میخوان وارد رشته عمران بشن، چه اونایی که میخوان مهاجرت کنن. واقعا صحبت‌های فوق‌العاده ارزشمندی رو انجام داد حسام جان. و همینطور برای اینکه از کار هم بنده هم حسام جان انصاری حمایت کنید حتما کانالای ما رو سابسکرایب داشته باشید و منتظر اپیزودهای بعدی در هر دو کانال باشید. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو امروز در اختیار ما قرار دادید. تا دیدار دیگه همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.